با 5 تا ترفند ساده سرعت سیستم تو 5 برابر کن. خیلی وقتا هست که ما نمیتونیم سیستممون رو ارتقا بدیم یا انقدر برنامه نصب کردیم که حوصله اینو نداریم که بخوایم ویندوز رو عوض کنیم و از اول این کارا رو انجام بدیم، یا سیستم حسابداری خاصی داریم و جرئت نمیکنیم ویندوزمون رو عوض کنیم یا سیستممون رو ارتقا بدیم. خب چی کار کنیم؟ ما وقتی مشتری میاد اینو بهمون میگه 5 تا کار روی سیستمش انجام میدیم. با این 5 تا ترفند ساده سرعت سیستمش رو خیلی بالا میبریم و میتونه چند سال دیگه ازش استفاده کنه. حالا بیاین تا یکی یکی بهتون آموزش بدم. اولین و مهمترینش نرم افزارهایی که بلافاصله موقع بالا اومدن ویندوز روشن میشن. الان ببینین ما میایم آلت کنترل و دیلیت رو همزمان با هم نگه میداریم. تاسک منیجر رو باز میکنیم. اینجا استارتاپ اپس رو باز میکنیم. ببینین کلی برنامه اینجا هست که همزمان با روشن شدن ویندوز باز میشن. یک کلیک راست میکنیم و دیزیبلشون میکنیم. اکثر برنامه ها رو ما نیاز نداریم که در لحظه اول باز بشن. مثلا چت جی پی تی رو ما هر وقت بخوایم خودمون باز میکنیم. کوپایلوت رو همینجور، دیو ایکس رو همینجور، دورساندس که هر وقت بخوایم استفاده بکنیم باز میکنیم. اما خیلی از این برنامه‌ها بدون اینکه ما نیازشون داشته باشیم همون اول باز میشن و این باعث میشه که خیلی سرعت سیستم پایین بیاد. ببینین من همه اینا رو غیر فعال میکنم. خیلی هاشون واقعا نیازی نیست باز باشن. خیلی ها رو از قبل غیر فعال کردم. مثلا این پریواد و وی پی ان رو من هیچ وقت استفاده نکنم، اما با اولویت های بلافاصله بعد از اینکه سیستم روشن میشه میاد بالا و این باعث کندی میشه. وان درایو رو همینجور و هر برنامه‌ای که مطمئنین استفاده می‌کنیم. مثلا IDM رو ما میذاریم فعال. چرا؟ چون میخوایم که موقع دانلود شدن نیاز نباشه بریم پیداش کنیم و بازش کنیم. اما HP استاتوس آلرت رو نیاز نیست که ما فعال داشته باشیم، اونم با اولویت های. این شد اولین ترفند. خب مرحله دوم برمیگرده به قدرت سیستم. تمام تنظیمات ویندوز بر این اساس چیده شده که برق کمتری مصرف کنه. ما میخوایم برق زیادی مصرف کنیم اما از حد اکثر توان سیستممون هم استفاده بکنیم. میایم توی استارت، اینجا پاور سرچ میکنیم، ادیت پاور پلن رو انتخاب میکنیم و بعد از تب چنج ادوانس پاور سیتینگ اینجا اینو میذاریم روی های پرفورمنس. ببینید اینجا 3 حالت داره. پاور سیو که خیلی سرعت و قدرت رو کم میکنه و برق خیلی کمی مصرف میکنه. سیستم ها به صورت پیش‌فرض گذاشتن روی بالانس که برق متوسطی مصرف میکنه. وقتی ما میذاریمش روی های پرفورمنس یعنی از حد اکثر توان سی پی یو و کارت گرافیکمون استفاده کن. خب اینم از ترفند دوم. حالا بریم سراغ ترفند سوم. خب توی ترفند سوم ببینین اول اینو براتون توضیح بدم. من الان میزنم روی این با یه انیمیشن خاصی این باز میشه. خب وقتی میبندمش، وقتی میفرستمش زیر با یه انیمیشن خاصی میره زیر و وقتی این کلیک راست رو میکنم این با یه انیمیشن ظریف خاصی باز میشه. اینا همه از قدرت سیستم میگیره. ما اگر نخوایم زیبایی داشته باشیم و فقط سرعت رو بخوایم میایم از این تنظیمات استفاده میکنیم. کلید ویندوز و آر رو میگیرین، اینجا می نویسین sysdm.cpl و اوکی میکنید. از اینجا توی تب ادوانس از قسمت پرفورمنس سیتینگز رو میزنیم و اینجا گزینه adjust for best performance رو میزنیم. ببینید تمام انیمیشن ها رو غیر فعال کردم. فقط حتما این گزینه رو فعال کنین، اسکرین فونت رو فعال کنین که فونت هاتون به هم نخوره. و الان میبینین که کلا ببینید الان من مای کامپیوتر که باز میکنم بلا فاصله باز میشه. ببینیم متوجه میشین هیچ انیمیشنی در کار نیست. کلیک که میکنم هیچ انیمیشنی در کار نیست و هر برنامه‌ای که من بخوام باز کنم بلا فاصله باز میشه. اینجوری منابع کمتری مصرف میکنه و سرعتش خود به خود میره بالا. و در نهایت ترفند آخر حالت استوریج سنس. توی استارت سرچ میکنین
استوریج، توی تنظیمات، توی استوریج سیتینگز این گزینه استوریج سنس رو فعال میکنید. این گزینه چی کار میکنه؟ این گزینه به صورت خودکار هر فایلی رو که تشخیص بده به صورت موقت داره استفاده میشه و دیگه به کار نمیاد پاک میکنه و هم حجم درایو سیتون میاد پایین تر و همین که سرعتش میره بالاتر. خب اینم از 5 ترفندی که قولشو بهتون داده بودم و ما با انجام این 5 تا کار میتونیم سرعت سیستممون رو خیلی بیشتر کنیم. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و اینکه تمام این برنامه‌هایی که من خودم دارم و به زودی بهتون آموزش میدم.